من یکی از بیماران آقای دکتر محتشم الماسی زاده هستم. پروتز زانو انجام دادم. 2 ماه و تقریبا 1 هفته است که این عمل انجام دادم و از قبل عمل من پام کاملا پرانتزی بود و به سختی راه میرفتم، ولی خودشون فرمودن که نه، من 2 تا پا رو با اطمینان کاملم که من 2 تا پا رو یک دفعه عمل میکنم برای شما و این کار رو کردم و چه قبل عمل و چه هنگام عمل و بعد عمل من واقعا از ایشون راضی هستم. در عرض 1 هفته کامل راه میرفتم و یعنی به راحتی درد و اینا همه خوب شده بود و هیچ من بدون حتی نیاز به فیزیوتراپی